بچه‌ها چطورین؟ رومینکس هستم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. حالا یه جور میگم یه ویدیو دیگه که مثلا انگار الان 200 تا ویدیو گرفتیم. نه فکر کنم ویدیو چندمه؟ هشتمه؟ نه هشتم نه فکر کنم نزدیک به هشتمه. حالا به هر حال خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه و اینکه روزتون خوب شروع کرده باشین. بچه‌ها اومدیم با یه ویدیو دیگه، اونم چی؟ ریاکت به اتفاقات که دقیقا توی تویچ، نه ها دیگه تویچ دیگه ها، محسن میگم توییتر. جدی میگی؟ لطفا سابسکرایب بزن، لایکو بزن، کامنت هم اگه نذاشتی نذار، ولی بذاری بهتره، چون واسه این که یوتیوب فکر میکنه که شما رباتین و با آی پی هایی که مثلا بگی رایگان که وقتی بخوایم بیان با فیلتر کانال شما رو یا از کانال خارج میکنه یا اینکه کلا ویو رو حساب نمیکنه و به خاطر همین یه کامنت انگلیسی یا فارسی بذاریم بالاخره حالا نپره. بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. اوه سامسا یا بسم الله. مادر جنده مادر کونیا دستی جنده کیلمو نمیتونید بخورید. آقا سامسابری اصلا کلا مناسبت اعصاب نداره، ولی الان خیلی جالب شده برام که دقیقا سامسابری به جای اینکه کالاف بیشتر بازی کنه فیفا هم رو آورده. این خیلی جالبه برام، این خیلی. بریم بعدی. اوه علی زلزله. فیفا وای 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 خطای دیگه. شیفت بابا دیگه چجوری اینقدر خره که دوب منو بگیره؟ باورم نمیشه. توف تو این بازی. علی زلزله کلا یک حالت بگید واقعا زلزله، یعنی اصلا آروم قرار نداره. خب اینجا شیرین فرنگی رو قاطی کرد، بعد اینجا حالت باسی اصلا اینجا دارچین بگیر چیه؟ اینجا یخ ریخت، دوباره فرنگی، دوباره هیچ. بسا برای شروع دمو عدد منظر رو به دایرکت پیج تگ شده ارسال کنی. زودنزاری 1، کوتاهی حالت 2، عدم نوعوز 3. یعنی چی آخه؟ برای شروع درمان آدم زود انزالی هست. درست قشنگ. این همه خرج کنم کسکه چرا میدم یکی دیگه بخوره، خودم میخورم دیگه از این مزه باید. نه درنتو سروی تو مگه خود قبیزی چیه؟ آی خدایا. بعدی. خب چیکار میکنی؟ نکن خود تورک بری داشت بیا پایین. خیلی الان شلوار دقیقا چیکار داری میکنی؟ میکروفون داری طلومه بزنی؟ تموم شد. خیلی تاثیر اینو جدی دارم بهت میگم، از شوخی ندارم باهات. فهمیدی؟ این همونه که داشت چی میزد؟ طلومه میزد؟ همونه. میرم دهنت تو هر سوی بزدله. ننه جنده نمیدوه، کارکتر نمیدوه، حرومزاده میکشو رونی کلمنه کسته با دوی زرد خودم چرا اینقدر سر آهسته ای تو؟ الان یعنی واقعا خنده‌دار بود استونش یه جور داد زد انگار مثلا دو تا جن یک عجله یک عجله اومدن دارن چریسا میزنن روش. مسخره. چیشیم؟ کار من برد. باید 25 میلیون تومن 26 میلیون تومن دونیت شده باشیم بیاد. الان زده 22 میلیون تومن. تازه اونم هولده. خواهر و مادر چی شغل استریمری چرا انقدر کیری شد یهو؟ چی شد؟ من متوجه نشدم، من نفهمیدم. ولش کن، چیز جالب نیستش. بریم بعدی. چی شد؟ پیمان؟ آره میگم محمد موو بده دیگه. موو بدم بیا یه یه لحظه. لحظه. باشه چطوری محمد؟ یه محمد دیگه هم بهم مسیج داده، فکرم اونو میگی. سلام علیکم. چطوری سلام. محمد؟ خوبی؟ آقا پیمان سلام. عزیز دل کار ما خوبی؟ داشتی. آره. آره. محمد حالا جونم. خرمشهر بودی؟
یه بار با راهیان گور رفتیم. آره. قرمشهر. آره. بعد تا حالا دیدی یه شهر از نزدیک تو جنگ بودی و یه شهر از دست دشمن آزاد میشه؟ نه حقیقتا تو بازی آره ولی ببینی شهر آزاد گشته خونه یادان. محمد خورنشهر آزاد شد به کیرم. اسلامک صحافه بچه ها خیلی کیری بازی میکنید بابا بیاید موف بدیم بریم واردشو بکاریم دیگه. تله میکنید جلو روشن آخه چه جوری برسیم؟ مگه من تراول دارم؟ بذار زنده شم میگم بیاید بریم سمت روشن. تله کرده اینجا استام می برو just use this you so bad bro why you use حالا من خودم تجربه بازی ندارم، یعنی تا حالا بازی نکردم ولی احساس اینم به سخته. یه جورایی بیشتر شبیه وارکرافته اگه که حالا اشتباه نکرده باشم. فراد همشری فراد کلن قبل این که متأهل بشه خیلی بی‌عصاب بود، خیلی. یعنی قشنگ ریاشو نگاه بکنی بیشتر فوش، یعنی این دوتا داداشیا سانساوری و فراد اکسره این دوتا کلن با هم دیگه ادغام شدن. خب ادغام شدن بعد برو گوره تو گم کن دیگه هم نبینمت دیگه هم این سمت نیا گم و گور شو. تو این 1.5 سال کجا بودید؟ 1 سال و نیم چی شد؟ داره گریه میکنه فراد؟ وای بعد کی دومه چی شد؟ چرا گریه میکنه 1 سال و نیم؟ نکنه به خاطر توییچ خودشو میگه، چون البته میگفت که توییچ من بند شده و اینا. ولی خب امیدوارم که همشهری هر هستی موفق باشی. ببندی ما فرادی سری بازم رقص بنده چه خوب نایت خوشگله من دلم گرفته بود زنا امیدی توی دوای درد خود. امیر رایت اخ 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 این چیه؟ آلمه که دو وای وای در باز شده. آج علمه ای که حق داره، علمه ای که خیلی خوبه. ریتم خودش آخسام آب شرب اونجا اوکی میکنم. ولی دمت گرم متوجه منظورت شدم. مرسی یک دنیا ممنونم. من مرسی 70 تومن. سلام یه آهنگ بخون. کسچر نگو. چیز بعضت میخوام یه آهنگ حتما براتون باشه. کسچر میگی چیز چه خواننده باشه دیگه چی گفتی دیگه. مرسی برسه به اونایی که نیاز دارن. خیلی لطف کردی. مرسی هم محمد با سانساوری اومدن دونیتش کردن بعد گفتن که بیا آهنگ بخون میگه کسچر نگو. بعد من هر چی جمعش بکنه دیگه نشه جمعش بکنه دیگه. دای فاتحه خوندی صاحب. استریمش هدف به خیریه 30 ولی 6 بود یادمه. دقیقا خیلی استوری هم میکرد. خب بریم بعدی. سلام همیشه تو دهنش باید مادر جنده مادر کونیا دست جنده کینا رو نمیتونید بخورید. ای کسکش من نوک تو رو بگاهیدم بدم. چپ نگو دیوار. چپ رو دیوار نگاه کن. چپ رو دیوار. چپت رو دیوار. اوه رنگو سیکس. چقدر این بازی سخته آجی. چقدر این بازی سخته. مادر جنده اسکی شهرون زاده.
مادر جنده این که همش داره فوش میده که یک بدتره که هم داره میخنده هم داره فوش میده. یعنی قشنگ علنا کس خود به تمام معنی. برنامه چیه دوستان با این جوک زیبایی که گفتم؟ قرار بود بریم چیز دیگه، بریم کازینو پول در بیاریم. راست میگه، قرار بود جی تی؟ بله. تو فکرم این چی دیگه بود. اینجا کجا یه لنگ کفش دارم میبینم داوود. من این کفش براق با یه دونه شلوار براق می‌بینم. اونجایی که افتاد من یاد یک صحنه افتادم. خب همون آیکیرم تو گوز زنه. خب چیکار کنیم به نظرت؟ جی تی آی ناصریده. بزن بغل. آجی دوچرخه یه کدوم بدبختی بود. جی تی آی رولپلی هم خیلی خوبه آنلاین. آرزا چی کار داریم؟ پول جمع. اوه زای آبزه آنیمون پرس نیره. اوه گفت که از این انوگاه قراره در چیزی بیاد. من پینگم رفت 120 چرا؟ وای یک اونم استان کردم. برو نشد این چرا کونش دیدی میشه؟ استانم این چرا منو نزد؟ ماشالله بابا همه جا پیکمون کردم بکت هم چیزم اوه کانتر استرایک. جو فکر کنم آسایدن فرا سیلو کانتر استرایک مولوتوف نداشت پشما. چقدر اون زمان خوب بود کانتر. این مپا اصلا نبود. این مپا اصلا یا حالا جدید داره ولی خب دیگه حالا سام تو رو جان جد فوش نده دوباره. اوه what the fuck پشما. بابا من کانتریم چاقالا دهنتو سرویس پسر. ارشیمدس بارزون آرشیمدس زدم شما بگین. وای ببین چی میگه این. واسه غار دهول دارم هر شب با یکیم دارم حال میکنم بری بولم دارم واسه غار دهول دارم هر شب با یکیم دارم حال میکنم بری بولم دارم میرم از سوگر میگیرم حال میکنم بری بولم توی سرفم بری بولم هر شب با یکیم توی سرفم بری بولم هیچ که همه ناراحت نمیشه چون دعالی بهش نه اکو تنها